وزارت امور داخلی تاجیکستان شام 8 август در یک فیلم مستند ایران را در سرمایه‌گذاری قتل چندین چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 متهم کرد. در این فیلم 45 دقیقه‌ای دوام می‌شود که قتل‌های افراد شناخته و روشنفکر تاجیک با سرمایه ایران و با دستور عبدالحلیم نظرزاده معروف به نام حاجی حلیم صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی شهادت سه گمانبر را نمایش داد که میگویند در سالهای 90 برای آموزش جنگ و استفاده از سلاح یک مدت به قم و گرگان و مشهد و تهران رفته صاحب شناسنامه ایرانی شدند. برای گفتگو در این موضوع ما به استودیو قدرت شهیدی شورای رادیو فردا را دعوت کردیم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. و آقای شهیدی بگویید که از نگاه شما آیا این اتهامات تاجیکستان واقعا از کجا سرچشمه میگیرد و زمینه دارد یا نه؟ اتهاماتی که در این فیلم 45 دقیقه نشون داده شد برمیگرده به 20 سال قبل. در اون زمان روابط ایران و تاجیکستان که بعد از جنگ داخلی خوب بود، ولی روابط بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به تیرگی گرایی در زمان دولت آقای محمود احمدی نژاد، چون ایران کمک‌های مالی میکرد به تاجیکستان، روابط بهتر بود و آقای رحمان و آقای احمدی نژاد روابط دوستانه با همدیگه داشتن. ولی با روی کار آمدن آقای دولت حسن روحانی و بعد از اون ماجرای بابک زنجانی که گفته میشد بیش از 1 میلیارد دلار پول در تاجیکستان سپرده کرده و هنوز هم معلوم نیست که این پولها کجا هست، در تاجیکستان هست یا بیرون هست، و یک سری مسائل استراتژیک منطقه‌ای در 2-3 سال اخیر سبب شد که روابط دو کشور تیره تر بشه و فیلم هم که نشون داده شد و 1 ماه قبل از اون بیرون کشیدن، حداقل بیرون کشیدن چندین دانشجوی تاجیک از دانشگاه‌های ایران هم نشون میده که کم کم روابط داره تیره تر میشه و فیلمی هم که دیشب نشون داده شد به حد اعلا رسونده تقریبا این تیرگی روابط رو. خب طور معلوم در زمان جنگ داخلی تاجیکستان ایران از مخالفین دولت پشتیبانی میکرد و حالا کشورهای عربی آن را در مداخله به امور سیاسی بحرین و سوریه و لبنان و عراق متهم میکنند. عین همین چیز را افغانستان نیز میگه. به فکر شما آیا منفعت‌های ایران از تاجیکستان چی است؟ ایران از نظر اقتصادی منفعت چندانی در تاجیکستان نداره، ولی از نظر استراتژیک منفعت داره، چون ایران نگاه بکنیم همسایه های ایران رو با افغانستان، با عراق، با دولت هاشون، حکومت هاشون و با گروه های حتی اپوزیسیون در این کشورها روابط دوستانه‌ای داره و ایران از نظر استراتژیک نمیخواد که جای پای خودش رو در آسیای مرکزی از دست بده. رقبای سرسختی مثل ترکیه داره در آسیای مرکزی، در تاجیکستان، و رقبای سرسختی مثل کشورهای عربی به ویژه قطر و عربستان سعودی دارید در این منطقه. در نتیجه ایران میخواد جای پای خودش رو به هر نحوی که هست تا حد ممکن در آسیای مرکزی حفظ بکنه و تلاش میکنه که از راههای دیپلماتیک این کار رو انجام بده، نه از راههای اقتصادی، برای اینکه اقتصاد تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیای مرکزی یا تمایل هست به روسیه که یکی از اقمار روسیه به حساب میاد، یا اینکه به کشورهای غربی و اروپایی تمایل دارند. مثلا حساب بکنید در ترکیه، در تاجیکستان ترکیه نفوذ اقتصادی شدیدی داره که ایران همچین نفوذی نداره. اینه که ایران از نظر سیاسی و استراتژیک هدفش این هست که حداقل جای پای رو که داشت قدیم حفظ بکنه و اون رو از دست نده. طوری خود شما هم اشاره کرده در این اواخر میان تاجیکستان و ایران در مناسبتشون سردی افتاده است و از نگاه شما این اتهامات جدی که حالا تاجیکستان پیش گذاشته است در رابطه های این دو کشور رو بدتر خواهد کرد یا نه؟ 100% رابطه دو کشور بدتر خواهد شد، برای اینکه این فیلم مستندی که تهیه شده، مصاحبه شده با چند نفر از اونهایی که درگیر این مسئله بودن در 20 سال اخیر کاملا یک طرفه است و جانب ایران درش گفته نشده که ایران واقعا چی کار داشته، دخالتی داشته و یا نداشته و تا چه حد دخالت داشته، و با یک هدف این فیلم تهیه و پخش شده از تلویزیون دولتی تاجیکستان که کمک بکنه به اون اهداف دولت تاجیکستان که ایران رو یک عنصر، یک کشور نامطلوب در کشوری که دخالت میکنه در امور داخل تاجیکستان به مردم تاجیکستان نشون بده، بدون اینکه به ایران امکان رو بده که ایران هم از خودش دفاع بکنه و بگه که واقعا چی کار داشته میکرده
و آیا در زمان جنگ داخلی به کدوم گروه ها به کدوم احزاب کمک میکرده و هدفش چی بوده. این هست که ما هنوز از ایران واکنش از ایران ندیدیم، ولی به احتمال زیاد ایران واکنش تندی نشون خواهد داد و زمینه هاش هم از قبل بود. مثلا نگاه بکنید آقای ظریف که 2 ماه پیش در حدود 2 ماه پیش سفری به آسیای مرکزی داشت، به تاجیکستان سفر نکرد. این معنادار هست و هیچ کدوم از مقامات عالی رتبه تاجیکستان هم در سالهای اخیر به ایران سفر نکردند و نمایش این فیلم نشون میده که تاجیکستان هدفش و عمدن میخواد این کارو بکنه که به تیرگی روابط بیشتر دامن میزنه و از اون طرف احتمال داره که نزدیکتر بکنه تاجیکستان رو به کشورهای عربی، به حتی به آمریکا و بعضی کشورهای دیگر که جای پای اونها در تاجیکستان و آسیای مرکزی محکمتر بشه. سپاس فراوان برای اظهار نظر.